خب همکنون رقابت شروع می شود. جهانگیر مجیدوف از تاجیکستان جداگی کبود ببردارد و نماینده کشوری مصر باشد رامیل عمر با جداگی سفید چون گفتیم هنرنمایی میکند. اکنون میبینیم که جهانگیر مجیدوف بر مقابل این حریف بسیار هم جوانش، حریف 18 سالش چگونه هنرنمایی میکند. چندان البته نتایج خوب ندارد. نماینده کشور مصر تنها یک نشانی طلایی بسیار هم حرکت خوب اینجا از جانب پهلوان ما. اکنون جهانگیر با یک وزر اینجا پیش صف می شود. ببینیم چگونه عمل کرده بود از جانب جهانگیر و امتیاز وزری را در حال صاحب می شود. وای اینجا 100% باید پهلوان مصر از میدان خارج کرده شود. 100% بدون یگان دودیلگی. ببینیم که با سرش 100% اینجا دفاع کرد اما داور این حالت را به نوبت نگرفت. هرچند رویش رو کمی گردانید نماینده مصر ولی با سرش به زمین رفت. نباید جهانگیر این گونه با او اجازه دید. محمد مراد عبدالرحمانوف توصیه میدهد به جهانگیر مجیدوف. مجیدوف اینجا به خاطر برآمدن از روی گریم شیدو میگیرد اما به هر حال خوب است. تا بکنون رقابتی او خوب جریان دارد. بله یای عمر هم اینجا برای پرتاف تلاش کرد. خوشبختانه از این حمله بسیار هم خطرناک و مجیدوف خود را رها کرده توانست. البته جهانگیر مجیدوف نسبت به یای بسیار هم حالت خطرناک اینجا. چگونه اجازه داد به حریف که امتیازی از دست رفته را جبران کند. انا همین حالت اما اینجا وزری نیست کو. بله اینجا وزری نیست. معلوم بود که اینجا وزری نیست. خب اکنون الرملی فاولتر میگردد. برای جهانگیر البته تا همین دقیقه ها رقابت خوب است و بار دوم از همان روشی که قبلا داشت استفاده میکند جهانگیر مجیدوف اما این نوبت موفق شده نتوانست. محمد مراد عبدالرحمانوف زود به مجیدوف توصیه میدهد چون گفتیم از جهت تجربه پهلوان ما از حریف خیلی برتری دارد و در مسابقه های سطح بانفوذ البته جهانگیر مجیدوف نسبت به حریف بیشتر شرکت نموده است. خب در قهرمانی جهان البته 6 مرتبه در سن سال مختلف شرکت ورزیده است جهانگیر مجیدوف میانی نورسان، جوانان و سال 2021 22 اکنون 23 میانی بزرگسالان شرکت میکند. مقام پنجم در سال 2017 و 18 میانی جوانان داشت.
خب ثانیه‌های با شمار ماندن تا انجام این رقابت. خوشبختانه با یک وزر جهانگیر مجیدوف بر مقابل حریفش از کشور مصر پیش صف است. اگر تواند همین ثانیه‌های باقی مانده را به نفع خود استفاده برد جهانگیر، پس به مرحله دوم راه خود را انوار میکند. در صورت راه یافتن جهانگیر به مرحله دوم با وانت دیگ نویل هنرنمایی میکند از کشور هلند که یک رقیب بسیار هم سرسخت برای جهانگیر به حساب می رود. خب مبارک باشد غلبه اول در قهرمانی جهان به جهانگیر مجیدوف و کلی آن نفرانی که رقابت های پهلوانان تاجیکستان را پیگیری میکنند. همکنون ما در مرحله دوم هنرنمایی جهانگیر مجیدوف را انتظار میشویم. على مسافة الثانية سيستثمر معنا الجولة بالتوسط 90 كيلوغرام في غاية الرجال. سيكون اللاعب بالرداء الأزرق من مستر ماتياس كوزي، وسيكون اللاعب بالرداء الأبيض من بلجيكا سامي تشوشو. خوب همکنون جهانگیر مجیدوف از تاجیکستان جداگی کبود به بر کرده است و نماینده کشور نیدرلندیا وانت اند نویل با جداگی سفید اندر میدان شد و کنون توجه میکنیم که مجیدوف میتواند بر مقابل یکی از حریفان بسیار هم پرتجربه و تجربه دیده مسابقه های بزرگ غلبه به دست بیارد. البته برای جهانگیر مجیدوف این رقیب خیلی رقیب سرسخت است، اما این را همان جریان قوازمایی نشان میدهد. اینجا از روی گلیم میبراید جهانگیر و محض به همین خاطر داوربانو با پهلوانی ما آگاهی داد. مجیدوف در مرحله اول نماینده مصر را شکست داد. عمر ارلامیلو اما پهلوان نیدرلندیا باشد پیتر زیلکا از سلوواکیا را شکست داد و به این دور آمد. این شکلی رقابت البته که برای هر دو شید آورده و کنون برای جهانگیر مجیدوف خطر بیشتر است. به همین خاطر هرچی خوبتر و فعالتر خود را باید نشان دهد. پهلوان 31 ساله کشور نیدرلند خیلی زیاد در مسابقه های مختلف شرکت نموده است. از جمله در بازی های المپیک سال 2016 شرکت داشت و در توکیو 2020 مقام هفتم را اشغال کرد. در قهرمانی جهان هم نشانی طلا دارد. سال 2019 میان بزرگسالان 3 نشانی طلای مسابقات گرند سلم را دارد و همزمان از ماسترز هم 1 نشانی طلا دارد. در مجموع یکی از رقیبان به نهایت تجربه دار و پرقوت بر مقابل مجیدوف است، اما اینجا حرکت کرد جهانگیر برای بوغی کردن حریف ولی موفق شده نتوانست. البته محمد مراد عبدالرحمانوف توصیه میدهد به جهانگیر مجیدوف اگر همین رقیبش را تسلیم کرده تواند و به مرحله سوم گذارد جهانگیر بسیار هم البته یک شانس خوبی برایش پیدا می شود، چرا که از جفت دیگر باز برای مرحله
4-1 ниҳоӣ талошҳо боз хубтару осонтар хоҳад шуд. инҷо албатта талошҳои ҷаҳонгир дар дақиқаҳои охир хубтар аст, аммо бо эҳтиёт ҳам бояд бошад, чаро ки як иштибоҳи кӯчак метавонад ба шикасти ӯ ваъда расонад, аммо инро ҷаҳонгир хуб медонад. ҳаракат бояд кард, ҳаракат дар сурати доштану фаъол набудан шидо таҳдид мекунад ва бори дуюм аст ки ҳариф аз ҳамлаҳои ҷаҳонгир мегурезад, аммо мутаассифона шидои сеюмро ба паҳлавони мо доданд аз ҳисоби камкорӣ ва ҷаҳонгир аз идомаи рақобатҳо маҳрум гашт. паҳлавони Нидерландия бошад ба марҳилаи